جدا شد، حالا ضربه زده میشه و توی دروازه گل برای تیم استقلال در نیمه دوم وقت‌های اضافه بازی. وریا غفوری سابقه بازی برای پاس تهران، پاس همدان، شهرداری تبریز، نفت تهران، سپاهان اصفهان و استقلال را دارد. در تیر 1393 وریا غفوری قرارداد 2 ساله با باشگاه سپاهان امضا کرد. وریا غفوری در آغاز فصل نقل و انتقالات تابستانی 1396 با عقد قراردادی 2 ساله به تیم استقلال پیوست. وریا غفوری در فصل 1396 عملکرد خوبی نداشت، با مصدومیت‌های زیادی روبرو شد و در اکثر بازی‌ها نیمکت نشین بود و شایع شد که او در لیست مازاد قرار گرفته بود در فصل آینده در استقلال بازی نخواهد کرد. در فصل 1397 و با حضور وینفرید شفر در استقلال توانست به یک مهره اثرگذار تبدیل شود و نخستین گلش را برای استقلال در بازی با صنعت نفت آبادان به ثمر رساند، اما شوت او به محسن کریمی برخورد کرد و گل به نام او ثبت نشد، اما در مسابقه بعدی مقابل استقلال خوزستان توانست بار دیگر برای استقلال گلزنی کند. گلزنی او در شهرآورد 86 پایتخت مقابل پرسپولیس باعث شد او بازیکن محبوب هواداران باشگاه استقلال شود. نخستین گل وریا در فصل 2018 در هفته دوم مقابل ذوب‌آهن به ثمر رسید. او توانست در این بازی دبل کند که در نهایت استقلال 2-2 مساوی کرد. او اولین گل استقلال را در لیگ 18 زد. غفوری در فصل 1398 در مسابقه استقلال و سپاهان در هفته 10 برای اولین بار بازوبند کاپیتانی استقلال را به دست بست. وی در این فصل پس از سید مهدی رحمتی، پژمان منتظری و خسرو حیدری و با جدایی امید ابراهیمی کاپیتان 4 باشگاه استقلال شد. وریا در لیگ قهرمانان آسیا 2018 ابتدا در بازی با الریان موفق به گلزنی برای استقلال شد و در بازی بعدی هم مقابل الهلال عربستان باز هم گلزنی کرد. او یکی از نفرات اثرگذار تیم استقلال در فصل 2018 بود. وریا در این فصل بازی‌های خوبی را به نمایش گذاشت و مورد توجه تیم‌های باشگاهی کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار گرفت. او برای 2 فصل دیگر قرارداد خود را با باشگاه استقلال تمدید کرد. در این فصل 3 کاپیتان استقلال از این تیم جدا شدند و او کاپیتان اول باشگاه استقلال شد و در بازی مقابل ماشین سازی در هفته اول لیگ 19 نخستین بازی فصل خود را انجام داد. در دومین بازی استقلال در جام حذفی برابر فجر سپاسی شیراز در وقت‌های اضافه وریا غفوری توانست از روی ضربه ایستگاهی گلزنی کند. استقلال توانست 2 گل دیگر نیز بزند و برنده بازی باشد. تیم استقلال در هفته‌های 14 تا 16 لیگ برتر 19 مقابل پیکان، شاهین شهرداری و ماشین سازی آندرا استراماچونی را به دلیل عدم پرداخت مطالبات بر روی نیمکت نداشت. برای همین وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال موقتا هدایت این تیم را بر عهده گرفت که در بازی با پیکان به تساوی خانگی 2-2 رسید. مقابل شاهین به برتری 4-1 و مقابل ماشین سازی شکست خانگی 2-1 را پذیرفت. وی اولین گل فصل خود و استقلال را در فصل جدید در هفته اول مقابل مصر رفسنجان زد. وی در هفته دوم مقابل فولاد گلزنی کرد. در هفته نهم مقابل گلگهر 1 گل زد و 1 پاس گل نیز به مهدی قایدی داد. در نهایت استقلال بازی را 2-1 پیروز شد. پس از عدم تمدید قرارداد غفوری از سوی مسئولان تیم استقلال، او برای فصل 2022-2023 به تیم فولاد خوزستان پیوست. غفوری در سال 1393 از سوی کارلوس کیروش به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد. غفوری یکی از بازیکنان مورد علاقه کارلوس کیروش بوده که در بیشتر اردوهای تیم ملی حضور داشته و در جام ملت‌های آسیا 2015 در تمامی بازی‌ها به صورت فیکس به میدان رفت. وی یکی از بازیکنان خوب و اثرگذار تیم ملی در آن دوره از مسابقات بود که بازی‌های درخشانی نیز از خود ارائه داد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی 1 هفته پس از اعلام 35 نفر تیم ملی فهرستی 24 نفره را منتشر کرد که بدین ترتیب مشخص شد 11 نفر از اردوی تیم ملی برای مسابقات جام جهانی 2018 خط خوردند. در میان خط خوردگان نام وریا غفوری، سید جلال حسینی و کاوه رضایی هم دیده می شود که در فضای مجازی به خط خوردن آنها از فهرست به خصوص خط خوردن وریا غفوری اعتراض شد.
در حالی که تصور میشد غفوری بازیکن ثابت تیم ملی باشد، اما رامین رضاییان و خانزاده به او ترجیح داده شدند و همین باعث شوکه شدن مردم و حتی نمایندگان مجلس شد. خط خوردن وریا در اوج دوران حرفه‌ای او واکنش افراد زیادی را برانگیخت، به طوری که کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران را برای خط زدن وریا از تیم ملی به پرداخت $100,000 محکوم کرد. وریا این مبلغ را به خیریه هدیه داد. کیروش دقایقی پیش از ترک ایران به سوی ترکیه گفت تغییر پست وریا غفوری در خط خوردنش از تیم ملی تاثیر داشته است. وی دوباره توسط کارلوس کیروش در جام ملت‌های آسیا 2019 به تیم ملی کشور دعوت شد و در آن مسابقات به میدان رفت. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردین. اگه زندگی نامه ورزشی بازیکنان براتون جالب، عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای بعدی خبردار بشید.